حافظ ابن قدامه رحمت الله علیه حدیث 233 را روایت کرده گفتند عن زیاد ابن جبیر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. زیاد ابن جبیر میگوید که تابعین است. دیدم عبدالله ابن عمر را رضی الله عنه رأیت ابن عمر میشد. عبدالله ابن عمر را دیدم، الله تعالی از ایشان راضی باشه، از پدرشم. اتا علی رجل، به نزد مرد آمد که قد اناخ بدنته فنحرها، شترش را خوابانده نحر کرد، شتر را خوابانده گلیشه برید. بعد گفتن که ابعثها، شتر را راست خیزانده سرش گیر، قیاما مقیدتا، راست استاد شتر را خوابانده مانند گوسفند و گاو، شتر را راست استایانده ذبح نکن، نحر نکن. ابعثها، مان سرت خیزد، قیاما راست استاد، مقیدتا، پای چپش خیلی بند، سه پاش دستی چپشه، دستی چپش بند، سه پاش کشودگی استاد، پای پیشو دو پای قفاش. اینای سرتیو. بعد شتر از همین گوسفند هم کشتنی شتر آسان است. همین یک کارچی مایده که دیگه همین سلانسی هایی که بین دو انگشتو میپوشد، که سلانسی ها انا خیلی که میبیدو تگی شتر به هم تو خامشو سرش میزنند گردنشه. انا اینقدر کارچه کردی. بسم الله الله اکبر. همین خیلی آسان از آن شتر، اگر کاردتون تیز باشد، از گوسفند دیده آسان است شتر کشتنش. اینه گفتن راستی سودا نحر کن. برای چی؟ برای که وقتی که شتر راست میایستد خونش بسیار با آسانی میبرد و وقتی برآمدن خونش راحت میکند، عذاب نمیکشد. او وقتی خارافته میکشد بعد برآمدن خون دشوار میشد. راست ایستاده در حال پای چپش بستن قربانی کن. اگر همون هم شرط نه پای چپش بستن، چهار پاش کشودگی باشد با خوبتر است. پا میزند، شتر میافتاد و پاهاش میزند، خونهاش بسیار به شدت میبرد. سنت محمد صلی الله علیه و سلم، سنت محمد صلی الله علیه و سلم است. گفتن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم که شتر راست داده کشتن کار. گفتن این یک چند حدیث هایی که ذکر کردیم در این بعضی احکام های هدی قربانی و آداب و اخلاق آن و بعضی احکام آن ذکر کرده شده است. والله تعالی اعلم.